بانش مادر جاوید بسیار برشداری نکو. او مردکت تو چرا هر دفعه به این بچه تانی پودری نمیدی؟ حالا خوش شکر جور شده. آیا برای تو لازم است که هر بار به یک بچه جوان تانه بدی؟ این برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی است. برنامه‌ای که برای معتادین مواد مخدر در شفاخانه هزار بستری ابن سینا به مواد آموزشی مبدل شده است. بابا این چندم دفعه است که برای من تانه میتی و پودری میگی. بس است دیگه، ما توین تحمل کردن نمیتونم. خیره بچیم خیر است. بیگانه خو نیست. بابیت از یک گپ زد دیگه رفت پشت راهش. مادر جانی بار اولش نیست. در سر و آخر هر گپ مرا پودری میگه. این برنامه با پروگرام‌های خبری، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها، میزهای گرد، خاطره‌های معتادین و خانواده‌هایشان و درامه‌ها در مورد کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر به همه آگاهی می‌دهد. این درامه بسیار مفید است به خاطر که با تمام شخصا به خاطر ما از هم گپایم و جاوید و پدرش دیگه برای ما بسیار یک پند است که ما از بسیار گپای را آموختیم. با اجتماع و فامیل بود. این درامه به مردم بسیار مفید است، بسیار فایده داره و هر کسی که درامه را گوش میکنه و میبینم بسیار درامه خوبش است و ما واقعا تشکر از شما همکارایتان از دکتر صاحبا. بسیار درامه خوبی است و مردم میرن بسیار درامهش خوبش است. کل درامه واقعا لذت میبرم، ما هم لذت بردیم. در این حال روانشناسان نیز نشر برنامه‌های چون کاروان زهر را برای معتادین مواد مخدر مفید می‌خوانند. لازم است برنامه‌های مثل از این که به خانواده‌ها بفهمونه و چیز بالاتر از این که کارشناسای تحلیلگرای بیای این را تحلیل بکنه، بر خانواده‌ها برنامه بونه و آموزش بده. این که خوب نیست کسی که یک بار مصرف کرده او را دائم به مو نام مصرف کننده صدا بکنیم. مسئولین شفاخانه ابن سینا میگویند که باید برنامه‌های آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر بر علاوه رادیو آزادی توسط دیگر رسانه‌ها نیز تهیه شود. این پیام‌ها در اصل که ما که پیشتر ما صحت تعریف کردیم، یکی از سه پایه‌های صحت همین است که وقایه است. وقت زمانی که از سه پایه یکی از نباشه خان تداوی ناقص شد، صحتمند نمیشیم. این بسیار رول خود داره. حتی این به شکل عام که پیام داده میشه در رشد و انکشاف علمی مسلکی مردم ما در خدمت هر مرض بالا میبره. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در سراسر این کشور نزدیک به 3.5 میلیون تن به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم معتاد به مواد مخدرند که زنان و کودکان نیز شامل آن می باشند.